25 سال سکوت و بیعملی نشان داده است که مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگر به همبستگی و وجدانهای بیدار و اراده ملت آزاده جهان نیاز دارد. 3. تاکید می شود که ادامه حاکمیت طالبان نه تنها آینده افغانستان را با تهدید جدی مواجه ساخته، بلکه امنیت، ثبات و صلح منطقه‌ای و بین المللی را نیز در معرض خطر قرار داده است. 4. هشدار داده می شود که تداوم بی‌تفاوتی نسبت به بحران افغانستان پیامدهای فراتر از مرزهای این کشور خواهد داشت و موجب گسترش بی‌ثباتی، مهاجرت‌های اجباری، افراط‌گرایی، فقر و بحران انسانی را در سطح منطقه و جهان خواهد شد. 5. اکنون زمان آن فرا رسیده است که جهان در برابر این فاجعه انسانی سکوت را کنار بگذارد. مردم افغانستان شایسته آزادی، عدالت، کرامت انسانی و نظام مبتنی بر اراده مردم، حقوق بشر، حاکمیت قانون هستند و پایان حاکمیت سرکوب طالبان ضرورت اجتناب ناپذیر برای تحقق صلح پایدار، ثبات منطقه و آینده انسانی برای افغانستان است. جنبش نیروهای مترقی افغانستان.